سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جنجالی. خودتون معرفی کنید دوستان. خب اول از سینا هستم. سانیاری نه منم ارشیا هستم، معروف به علی دیگه. کارگردان، بازیگر، نویسنده و تهیه کننده هم که هیچ وقت نبودیم. همین. من یاسنا هستم، چنلم پریده. مرسی. بچه‌ها یه سری سوالا دخترم از ما میپرسه، 11 تا سواله و دخترم ممنوع التصویره. تو تیک تاک شاید بشناسین. یه دو تا و بده معطلی لایک رو بکوبین. بریم سراغ ویدیو. Let's go. ببخشید. 2000 years later. بچه‌ها دونه دونه سوالا رو میپرسم، لطفاً با هم دیگه صحبت نکنید که بی‌جنبه بشه. بله سوالا میپرسم، آروم باشید. واسه تو رنگی کی از همه رو مختره؟ یاسنا تو بده. من خودم. یاسنا این خودش. خب سوال بعدی. کی از همه بددهن‌تره؟ خب اشیا رو بدی. بعدی بچه‌ها با هم دیگه حرف نزنید، وقتی نشون میدین دیگه نخونین دیگه. آها البته توی دوربین برعکس میفته، من خودم میخونم. باش. کی از همه لاشی تره؟ ارشیا. من چه کار کردم من؟ نه یاسنا. اول از همه ارشیا بعد یاسنا. آره. خب بچه گوش من پر شده بود. خب بخون عزیزم. کی از همه کراش تره؟ اوه لطفا نخونیم، من خودم باید فکر کنم. سینا نه هر کسی خودشو گفت. آها یاسنا گفته آنیتا و یاسنا، ارشیا خودش، آنیتا هم خودش، سینا هم خودش. مرسی. کی از همه بهش میخوره زودتر ازدواج کنه؟ سینا. گود خود یاسنا به خود یاسنا. یاسنا بهش بیشتر یاسنا خودش. من کجا باید ازدواج کنم؟ آره حرفت معلومه. یاسنا اینه. خب سوال بعدی. بگو کی خون. بچه ها میبینیم. کی از همه چی بگو؟ آره یاسنا آنیتا، ارشیا یاسنا، آنیتا یاسنا با خودش. خب بریم. سینا هم یاسنا. خب بریم. کی از همه با ادب تره؟ به نظر سینا از هممون با ادب تره. اگه بتونه یه خورده این بددهنیش هم یاسنا با ادبه داداش. یاسنا با ادب تره. ارشیا من بودم اون دفعه گفتش که انگشتم تو این دوتا با هم دیگه یک چیزی داشت. من عصبانی نکنین. بله با ادبم. تو با ادبی. پاتنم میماچم. ادب به اونه که توی عصبانیت هم رعایت بشه، وگرنه توی سکوت همه بلد. خب کی از همه بیشعورتره؟ بیشعورتر که معلومه یاسنا. یاسنا همه داریم میگیم یاسنا، تو بگی باز آنیتا. کی از همه کیوت نازتره؟ سلام. من اشکیل نمیزم. سلام کیوتر. آنیتا و یاسنا کیوترن. سینا و ارشیا کیوترن. سینا و من سه تا آوردم. یاسنا، سینا، آنیتا. واو و کیوترن. مرسی. کی از همه خوشتیب‌تره؟ سینا و ارشیا. خدای خیلی خوشتیب‌تره. سینا. خودمونم. منم هستم. آنیتا. بسته. کی از همه کثیف‌تره؟ یاسنا. بچه ها یه خاطر ازش بگم بهتون. یه بار ریده بود تو شهر. نه تو بعدش اینو بهتون بگم. یاسنا پشت
لخت اومده بود بیرون چند سال پیشا بود به خدا. بعد من بهش گفتم یاسا هنوز کونه گوییه. به اومد چادر رو با درجون قرآن مجید خدا میدونه به خدا با چادر نواسی دیگه نمید پاک چادر مشکیه. من به مادری گفتم، مادری گفتش کنه خب بریم سال بعدی بپرس ولش کن. تمام شد. بچه ها بگیم دوباره مرسی بچه ها تا اینجا ویدیو بودید. وایسا پایین شد. مرسی بچه ها تا اینجا ویدیو بودید و این داخل این آپلود میشه و امیدوارم که دیده باشید، لذت برده باشید. دوستتان دارم. یه ماچ خوشگل فیلمامو از دست ندید. این وسط